سلام به همه دوستای عزیز قلب سبز. خب یه سوال، تا حالا شده یهو به خودتون بیاین و ببینین 2 ساعت دارین توی اینستاگرام یا تیک تاک همینجوری اسکرول میکنین؟ امروز میخوایم دقیقاً بفهمیم توی مغز ما چه خبره که این اتفاق میفته. اگه این موضوع براتون جالبه، حتماً با لایک و سابسکرایب به ما انرژی بدین تا بتونیم تحلیل‌های عمیق‌تری مثل این براتون بسازیم. امروز قراره با هم یه سفر علمی بریم به داخل مغزمون و ببینیم که پلتفرم‌هایی مثل تیک تاک و ریلزهای اینستاگرام دقیقاً دارن با ما چیکار میکنن. این یه تحلیل عصب شناسیه که به ما نشون میده راز این کشش تمام نشدنی چیه. یعنی فکر نمی‌کنم کسی باشه که جوابش به این سوال نه باشه، مگه نه؟ همون لحظه‌ای که میگین فقط 5 دقیقه و بعد چشم باز میکنین و میبینین 1 ساعت گذشته. این تجربه مشترک ما اصلا تصادفی نیست، نتیجه یه طراحی فوق‌العاده هوشمندانه است که امروز قراره با هم رمزش رو باز کنیم. بسیار خب، این نقشه راه امروز ماست. اول از همه می‌بینیم این ویدیوها چطور طراحی شدن که اعتیادآور باشن. بعد میریم سراغ بمباران دوپامینی مغز. بعدش هزینه‌های پنهانی که روی تمرکز و تصمیم گیری ما میذاره رو بررسی می‌کنیم. یه نگاه ویژه به مغز نوجوانان میندازیم و در آخر با چند تا راهکار عملی بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم. خب بریم سراغ بخش اول. باید اینو بدونیم که این که نمیتونیم از این ویدیوها چشم برداریم یه اتفاق ساده نیست. این پلتفرم‌ها کاملاً مهندسی شدن تا ما رو میخکوب کنن. ویدیوهای کوتاه یا همون اسفی 3 تا ویژگی اصلی دارن که اونها رو تبدیل به یه غول کرده. اول، محتوا با سرعت برق و باد عوض میشه. دوم، شما میتونید تا ابد اسکرول کنید، هیچ وقت تموم نمیشه. و سوم، الگوریتمایی که انگار فکر شما رو میخونن. همین ترکیب ستایی یه معجون فوق‌العاده قدرتمند درست کرده. اینجا یه نکته خیلی حیاتی وجود داره. یادتونه قبلا توی شبکه‌های اجتماعی ما خودمون محتوا تولید می‌کردیم، عکس می‌ذاشتیم، با دوستامون حرف می‌زدیم، یعنی مشارکت کننده فعال بودیم. اما الان چی؟ ما بیشتر تبدیل شدیم به یه مصرف کننده منفعل. فقط میشینیم و اجازه میدیم الگوریتم پشت سر هم به ما محتوا تزریق کنه. این تغییر کارو برای معتاد کردن مغز ما خیلی راحت‌تر کرده. خب حالا رسیدیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. میخوایم ببینیم اون حس نمیتونم ولش کنم دقیقاً از کجا میاد. وقتشه بریم ببینیم تو کارخونه شیمیایی مغزمون چه خبره. بیاین یه تصور اشتباه رو همین الان درست کنیم. خیلی‌ها فکر میکنن دوپامین هورمون لذته، ولی در واقع بیشتر شبیه یه سیگنال یادگیری عمل میکنه. انگار مغزتون بهتون میگه هی، اینی که الان دیدی خیلی باحال و غیر منتظره بود. یادت باشه بازم از این کارا بکنی تا از اینا پیدا کنی. ویدیوهای کوتاه دقیقاً همین کارو میکنن. هر اسکرول یه شانس برای پیدا کردن یه پاداش غیر منتظره و یه تسریع کوچیک دوپامینه. این چرخه اعتیاد به طرز وحشتناکی ساده و در عین حال قدرتمنده. شما اسکرول میکنید دنبال یه چیز جدید. الگوریتم یه ویدیوی بامزه یا جالب بهتون نشون میده. بوم، مغز یه دوز کوچیک دوپامین میگیره و این رفتار تقویت میشه. مغزتون یاد میگیره که کلید رسیدن اون حس خوب فقط اسکرول کردنه و این چرخه هی تکرار میشه. نتیجه این تکرار بیوقفه چیه؟ چیزی که بهش میگن بمباران دوپامینی. مغز ما انقدر با این پاداشهای کوچیک و سریع تغذیه میشه که دیگه چیزای دیگه به چشمش نمیاد. یعنی آستانه پاداش مغز بالا میره. برای همین کارهای آرومتر مثل کتاب خوندن یا یه گفتگوی عمیق دیگه نمیتونن با این هیجان رقابت کنن و به نظرمون حوصله سربر میان. اما خب این همه هیجان و دوپامین رایگان نیست، یه هزینه‌ای داره. توی این بخش میخوایم ببینیم بهای واقعی که توانایی‌های مغزی ما برای این لذت‌های لحظه‌ای پرداخت میکنن چیه. این جدول خیلی خوب نشون میده که مغزمون داره چه ضربه‌ای میخوره. سیستم دوپامینمون بیش فعال شده، قشر پیشانی که ترمز مغز ماست ضعیف شده. اما شاید جالبترین قسمتش کاهش فعالیت توی ناحیه‌ای به اسم پرکونیوس باشه. این بخش مثل مدیر آینده نگر مغز ماست. وقتی فعالیتش کم میشه، ما دیگه به عواقب بلند مدت فکر نمی کنیم. برای همین خیلی راحت قید خواب شب رو میزنیم تا فقط چند دقیقه دیگه اسکرول کنیم. اینا فقط حرف و تئوری نیستن ها. علم کاملا اینو ثابت کرده. یه مطالعه خیلی بزرگ روی نزدیک به 100,000 نفر نشون داده که یه رابطه مستقیم و منفی وجود داره.
یعنی چی؟ یعنی هرچی بیشتر از ویدیوهای کوتاه استفاده کنید، 2 تا از توانایی‌های کلیدی مغزتون ضعیف‌تر میشه. یکی کنترل بازدارنده، یعنی همون توانایی نگفتن به خودتون، و اون یکی توجه پایدار یا همون تمرکز عمیق. و نکته جالب‌تر اینی که فرقی هم نمی‌کنه چطوری از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنین. هر دو مدلش بهتون ضربه میزنه. اگه فعال باشین، لایک کنین و کامنت بذارین، منابع توجهتون خالی میشه. اگه هم فقط منفعل باشین و بی هدف اسکرول کنین، تحقیقات نشون داده که این کار با احساس تنهایی و بی‌علاقگی به همه چیز مرتبطه. یعنی یه جورایی بازی دو سره باخته است. گاهی این بحث رو روی گروه خاص متمرکز کنیم که از همه آسیب‌پذیرترن، بچه‌ها و نوجوانا. مغز اونها هنوز یک کارگاه ساختمونیه و این حجم از تحریک میتونه روی شکلگیری نهایی این ساختمان اثرات خیلی بدی بذاره. مغز یه نوجوان یه نقطه ضعف بزرگ داره. قشر پیش‌پیشانی، یعنی همون مرکز فرماندهی مغز که مسئول تصمیمای منطقی و خودکنترلیه، هنوز کامل نشده. ویدیوهای کوتاه دقیقاً میان و همین مرکز فرماندهی رو موقتاً خاموش میکنن. این یعنی نه تنها نوجوانها کنترل کمتری روی رفتارشون دارن، بلکه این خاموش و روشن شدنهای مداوم ممکنه به رشد سالم و دائمی این بخش حیاتی مغز آسیب جدی بزنه. و اینجا یه چرخه معیوب خیلی خطرناک به وجود میاد. بذارین مرحله به مرحله توضیح بدم. مرحله اول، شبها که داریم اسکرول میکنیم، نور آبی صفحه گوشی تولید هورمون خواب یا ملاتونین رو توی مغز متوقف میکنه. یعنی ما داریم به مغزمون میگیم هی، هنوز روزه، بیدار بمون. مرحله دوم، خب حالا که خوابمون به هم ریخته، مغز دیگه فرصت نمیکنه خودش رو تعمیر و بازسازی کنه. اون فرایندهای مهمی مثل پاکسازی مغز و ثبت خاطرات نصف و نیمه انجام میشن. و حالا مرحله آخر که این چرخه رو قفل میکنه. فردای شبی که درست نخوابیدیم، قدرت اراده و کنترلمون به شدت پایینه. نتیجهش چیه؟ مقاومت در برابر وسوسه اسکرول کردن تقریبا غیر ممکن میشه و این ما رو دوباره پرت میکنه به مرحله اول، ولی این دفعه با قدرت بیشتر. خب تا اینجا بیشتر از مشکلات گفتیم، اما خبر خوب اینه که ما تسلیم نیستیم. میشه کنترل رو به دست گرفت. توی این بخش آخر میخوایم چند تا راهکار عملی و علمی رو با هم مرور کنیم تا کنترل زندگی دیجیتالمون رو دوباره به دست بیاریم. این جعبه ابزار شما برای سلامت دیجیتاله. هر کدوم از اینا یه دلیل علمی داره. نوتیفیکیشن ها رو خاموش کنین تا محرک های دوپامینی کمتر بشن. گوشی رو بیرون از اتاق خواب شارژ کنین تا چرخه خوابتون نشکنه. جای اسکرول کردن قبل خواب کتاب بخونین. با تمرین‌هایی مثل ذهن آگاهی، شبکه توجه مغزتون رو دوباره سیم‌کشی کنین. و شاید از همه مهمتر، از یه مصرف کننده منفعل به یه خالق فعال تبدیل بشید. یه چیزی بسازید، یه چیزی بنویسید. این کار بخشای دیگه مغزتون رو بیدار میکنه. و در نهایت همه چیز به همین سوال برمیگرده. ما در مقابل این تکنولوژی حق انتخاب داریم. میتونیم اجازه بدیم الگوریتم‌ها ما رو به یه مصرف کننده منفعل و بی اراده تبدیل کنن، یا میتونیم آگاهانه انتخاب کنیم که از این ابزارها برای خلق کردن، یاد گرفتن و مشارکت فعال استفاده کنیم. این دیگه انتخابش با شماست. خیلی ممنونم که تا آخر این تحلیل با من همراه بودید. امیدوارم این اطلاعات بهتون کمک کنه تا رابطه آگاهانه تری با دنیای دیجیتال داشته باشید. برای اینکه این بحثا رو ادامه بدیم و محتواهای بیشتری از این دست ببینید، یادتون نره که به جامعه قلب سبز ما در روبیکا ملحق بشید. تا تحلیل بعدی مراقب مغزتون باشید.